تابع f به صورت fx مساویه با ln x منهای 3 داده شده است. قسمت اول دامنه تابع و صفر تابع را تعیین کنید. قسمت دوم مقدار x عضوی از دامنه تابع را پیدا کنید که در آن مشتق تابع برابر با 2 باشد. در قسمت اول سوال از ما خواسته که دامنه تابع را به دست بیاریم. تابع ما یه تابع لگاریتمیه. برای به دست آوردن دامنه توابع لگاریتمی کافیه عبارتی که جلوی لگاریتم است که بهش میگیم آرگومان رو بزرگتر از 0 قرار بدیم. پس برای به دست آوردن دامنه تابع کافیه که x منهای 3 رو بزرگتر از 0 قرار بدم. پس داریم x بزرگتر از 3. پس دامنه تابع ما دامنه f مساویه با بازه باز 3 و مثبت بی‌نهایت. به همین راحتی دامنه تابعمون رو به دست آوردیم. بخش دوم همین قسمت از ما میخواد که صفر تابع رو به دست بیاریم. وقتی میگیم صفر تابع یعنی جایی که y مساویه با 0 باشه. پس کافیه که من ln x منهای 3 رو مساویه با 0 قرار بدم. ln چه عددی برابر است با 0؟ ln 1. الان دو طرف تساوی من ln داره، پس ln هاش رو میتونم حذف کنم. پس x منهای 3 مساویه با 1 و از اینجا x به دست میاد 4. پس تابع ما در نقطه x مساویه با 4 برابر با 0. قسمت دوم سوال از ما خواسته که مشتق تابع رو به دست بیاریم به ازای xی که عضوی از دامنه باشه و مقدار مشتق ما برابر با 2 بشه. پس اولین کاری که میکنم مشتق تابع رو به دست میارم. f پریم x. اگر تابع من به صورت لگاریتم یا ln u باشه، اگر بخوام مشتقش رو به دست بیارم کافیه که u پریم رو به روی u به دست بیارم. خب در سوال ما پس به این صورت میشه مشتق تابع مساوی میشه با u پریم همون x منهای 3 که مشتقش میشه 1. خود u ما x منهای 3 پس در مخرج قرار میدم. مقدارش باید بشه چقدر؟ صورت مسئله ما گفته باید بشه برابر با 2. بنابراین یه طرف این وسطه میکنم، پس میشه 2x منهای 6 مساویه با 1. از اینجا x مساویه با 3.5. به عبارتی اینجا چکار کردیم؟ گفتیم که 2x مساویه با 6 رو بردیم اون طرف شد 7 و طرفین رو بر 2 تقسیم کردیم و x مساوی شد با 3.5. اینم از قسمت دوم سوال.